الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما هستیم با سلسله خبرهای تکفیری های داعش که به فضل خدا این برنامه تک است انشاءالله. این لباس را من امروز در پی این عملیاتی که داشتیم از این نمیدانم بسیجی ها و اینها بلند کردیم که به فضل خدا نزد الله اجر دارد. البته اسم از جهاد شد. امروز در کنار شخصی هستیم که بسیار جهاد کرده. ایشون کیست؟ اسم کل کپسل کل. جناب از شما سوال داریم در مقابل در باره این که آقا بفرمایید که امروز در جلسه‌ای که داشتید چه اشخاصی حضور داشتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امریکا، اسرائیل، انگلیس، کماله، مجاهدین خلق و تجزیه طلبان و عربستان سعودی در این جلسه شرکت داشتند. به چه جلسه نورانی. پیغمبر خدا روحش در آن جلسه بوده، شک نکنید. اون جلسه حیف است که من حضور نداشتم والله. سال بعدی جناب اهداف اون جلسه مبارک رو بگید به من. اهدافش رو اتحاد افراد این جلسه برای بر علیه ایران قرار گرفتن به خاطر چی؟ به خاطر حمله هیبریدی. یا الله چقدر علم و معلومات. جناب هیبریدی چیست؟ بنده به مخاطبان را روشن فرمایید. هیبریدی آخه هیبریدی جنگ ترکیبی است. حالا جنگ ترکیبی است. جنگ ترکیبی یعنی که ما از هر وسیله استفاده خواهیم کرد برای که جمهوری اسلامی ایران ناچیزنا به زمین بزنیم و نابود کنیم. به ماشاءالله اطلاعات. جناب بفرمایید که آخر برای یک ایران چرا سپاهی و بسیجی و طلبه این همه از علما و این همه از کشورهای خیلی مفید و درجه یک نمیخواست استفاده کنید؟ یک ایران همین افسر ارشد را میبردید ترتیب یکیشان را میداد. جناب نیاز به این همه لشکر کشی نبود. چرا ایرانی؟ چون جنگ دفاع مقدس و تعلیم ها و فتنه هایی که در ایران به وجود آوردیم اهم از فتنه 88 و فتنه های دیگر و اختشاشات اخیر ثابت کرد که ما با یک گروه نمیتوانیم ایران را بر زمین زنیم. خواهد چرا خیلی قوی است. به خدا اینها همه طبق آیات صریح قرآن امتحان الهی است. وگرنه این جیش الله که ما داریم، این جهادی که ما میکنیم والله تاش پیروزی است. نگاه نکنید در ظاهر ما باختیم، ما برد را با الله کردیم، ما خود را همنشین پیغمبر قرار دادیم. آقا سال بعدی ما این است که شما به ما بگویید که چگونه با چه برنامه میخواهید ایران پیاده کنید؟ چه برنامه؟ آگه شایع پراکنی، خسارت به اموال و کشتن است. اسم کشتن میاد تن بدن من میلد. به خدا قسم خونی که میریزید حق است. بله حتی ممکنه ما شد که انقلابی ها هم بزنیم. به چه دلیل؟ به این دلیلی که به هدف مقدس خود برسیم. فقط به خاطر همین ما شد انقلابی هم میزنیم. مطمئن باشید. چه فکری؟ این فکر برخواست از اون فازی است که پیغمبر دوش دخالت داره. اون مغزی که شما داری باهاش فکر میکنید و طبیعتاً خدا پشتش فرمان خداست.
ان شاء الله بعد از عملیات موفق و نابودی ایران و اون برنامه هایی که جناب اسمل کپسل کلکل اشتباه کردم اسمل کلکل کپسل کلکل فرمودن به همون نقش پیش خواهیم رفت و به قدرت الله و به کمک الله بعد از عملیات خواهیم آمد به خدمت شما شعر خواهیم داد که چه کردیم و تا بعد شما را به ایزت منان می‌سپارم.